تا قبل از عرضه RTX 50 به بازار سر 5070 دعوا بود، چون میگفتن که عملکردش به 4090 نمیرسه و انویدیا دروغ میگه. الان که RTX 5080 وارد بازار شده، دعواها سر این تازه شروع شده، چون مثلا اینکه نسبت به نسل قبل اونقدری پیشرفت نداشته. جریان چیه؟ RTX 5080 بهترین جی پی یو $1000 بازاره یا صرفا یه کارت گرافیک ضعیف و ناامید کننده؟ با دیدن این ویدیو جواب سوالتون رو میگیرید. سلام بچه‌ها، من آشکارم. مرسی که دارید این ویدیوی ویژه رو تماشا میکنید. بعد از کلی انتظار و صبر بالاخره نسل جدید جی پی یو های انویدیا رسیدن دستمون. امروز RTX 5080 رو داریم می‌خوایم براتون بررسیش کنیم. مرسی از بچه‌های دفتر گیگابایت ایران که این کارت گرافیک RTX 5080 ایرو اوسی SFF گیگابایت رو برای ما فرستادن برای بررسی. دمشون گرم واقعا. ما تو این ویدیو به غیر از اینکه حالا عملکرد و اون نتایجی که از چیپ اصلی و پردازنده گرافیکی RTX 5080 به دست میاد، یه نیم نگاهی هم به عملکرد این کارت گرافیکی به خصوص داریم، ببینیم تو بازی‌ها چجوری عمل میکنه، مخصوصا دما و مصرف برقش. این کارت ایرو از این نظر خیلی دوست داشتنی و خوبه که هم سفید و خاصه، یعنی از نظر ظاهری کارو تو سیستم‌های سفید و فانتزی‌تر در میاره، هم سیستم کولینگ جواب پس داده گیگابایت رو داره مثل فنای ویند فورس، هم تو کیس‌های کوچولوتر و فانتزی جا میشه، اصلا اون SFF تو اسمش برای همینه. و در آخر قیمتش از خیلی از مدل‌هایی که شما بهتر از من میدونید بسیار پایین‌تره، پس قطعاً باید فازشو گرفت. بعد خبر خوب اینجاست که بچه‌های گیگابایت ایران لطف کردن یه 4080 سوپر اورس مستر به این بزرگی هم برامون فرستادن تا ما بتونیم عملکرد 5080 رو تو شرایط برابر با همرده نسل قبلش مقایسه کنیم. میدونید دیگه 4080 سوپر و 4080 معمولی واقعا فرق خاصی از نظر مشخصات فنی و عملکرد با هم ندارن. یه کوچولو حتی 4080 سوپر قوی‌تر هم هست، پس کار برای 5080 سخت‌تر میشه. بریم اول مشخصات روی کاغذ 5080 یه مرور رو بررسی با هم بکنیم و مقایسه کنیم با 4080 سوپر. تو خلال این مرور کردن‌ها من یه سری دیتاها و یه سری اطلاعاتم بهتون میدم که درک بهتری نسبت به چیپ 5080 داشته باشید. بچه RTX 5080 معماری جدیدی داره که اسمش بلکوله و راه معماری خفن ایدا لاولیس نسل قبل رو ادامه میده. ولی اگه این اسم جدید رو بذاریم کنار، باید بهتون بگم که کلا چیپ جدید نسبت به چیپ نسل قبل تفاوت خاصی نکرده. یعنی هم گره پردازشیش همچنان 4 نانومتریه و همین که حرکت انقلابی خاصی نسبت به چیپ قبلی زده نشده. یه جورایی انویدیا اومده رس اون پروسس نود قبلی رو که خیلی هم خوب و خفن و بهینه بود تو سری 50 کشیده. پس ما حتی قبل از اینکه بریم سراغ بخش تست و بنچ و مقایسه، اینو یه جورایی باید حدس بزنیم که 5080 نسبت به 4080 سوپر تفاوت آنچنانی حداقل تو زمینه قدرت خام پردازشی نداره. دلیل اینکه 5090 عملکردش خیلی از 5080 و حتی 4090 بیشتره اینه که صرفاً اومدن هسته‌های کودای شیدینگ یونیت‌های بیشتری داخلش جا دادن و خود چیپ اصلی 5090 از نظر اندازه فیزیکی تقریباً 2 برابر 5080. ولی به ازای مثلا 50% عملکرد بهتر نسبت به 5080 2 برابر بیشتر برق مصرف میکنه. خیلی ساده بخوام بگم، راندمان یا افیشنسی کارت RTX 50 بیشتر نشده نسبت به RTX 40 ها. اونا صرفا بزرگتر شدن یا با پیشرفت هسته‌های پردازشی دیگه مثل هسته‌های تنسور یا بالا رفتن سرعت حافظه به این افزایش فریم زیادی که انویدیا با افتخار ازشون میگه رسیدن. صحبت از هسته‌های کودا شد. RTX 5080 10752 تا هسته کودا داره و این در حالیه که 4080 سوپر 10240 تا کودا کورت خودش جا داده. یعنی فقط 5% افزایش تعداد هسته‌های کودا. هسته‌های تنسور که مستقیما به پردازش‌های هوش مصنوعی، دیپ لرنینگ و DLSS مربوطن، پیشرفت زیادی نسبت به نسل قبل داشتن. یه نسل کاملا جدید رو کارت‌های RTX 50 ما داریم که میتونن فریم جنریشن خیلی خفن‌تری نسبت به نسل قبل بهمون بدن و در واقع به جای یه فریم مجازی بین 2 فریم واقعی 3 فریم مجازی برامون بسازن و افزایش پرفورمنس 4 برابری رو برامون داشته باشن. 336 تا هسته تنسور نسل جدید یعنی نسل 5 روی 5080 داریم. این در حالیه که تو نسل قبل 320 تا هسته تنسور، اونم قدیمی‌تر داشتیم. تعداد هسته‌های ری تریسینگ یا آرتی کور هم 4 تا بهش اضافه شده و 84 تا هسته آرتی نسل 4 روی 5080 داریم. به غیر از این 5080 یه افزایش فرکانس حدود 100 مگاهرتزی نسبت به 4080 سوپر داشته که البته کلا بحث فرکانس خیلی نسبت به مدل کارت گرافیک متفاوته. تو بخش تست و بنچ بیشتر ازش میگیم. تو زمینه حافظه 5080 همچنان مثل 4080 سوپر 16 گیگابایت ویرم داره، اما به جای GDDR6X اینجا برای اولین بار در تاریخ کارت گرافیک جدیدمون حافظه GDDR7 داره. حالا این GDDR7 به چه دردی میخوره؟ سریعتره و باعث شده پهنای باند حافظه حتی با وجود حفظ شدن باس 256 بیتی به نزدیکی 1 ترابایت بر ثانیه برسه. یعنی پهنای باند 5080 حدود 30% از 4080 سوپر بیشتره. و تفاوت مهم آخر اینه که 5080 TDP 360 واتی داره که این قطعاً میتونه تو کارت‌های ترد پارتی مثل همین ایروی که ما اینجا داریم یا کارت‌های بالا رده ایسوس به مقادیر بالاتری هم برسه. 5080 حداقل 40 وات برق بیشتری نسبت به 4080 سوپر مصرف میکنه.
اینجاست که میگم افزایش راندمان یا افیشنسی اصلا هدف انویدیا تو نسل RTX 50 نبوده. مثلا بیاد یکم بریم عقب‌تر. 3080 با وجود اینکه عملکرد به مراتب ضعیف‌تری نسبت به 4080 سوپر داره، 350 وات TDP داشت. یعنی جی پی یو جدیدتر هم برق کمتری مصرف می‌کرد و هم سریع‌تر بود. الان ما با 5080 محصولی رو داریم که نسبت به همرده نسل قبلش برق بیشتری میکشه، اما چقدر قراره پرفورمنس بیشتری داشته باشه؟ صحبت از پرفورمنس شد، بریم شروع کنیم بخش تست و بنچ جذابمون و اینم مشخصات سیستم تستمون. پرازنده کورای 7 14700 KF، کولر پرازنده LT720 دیپ کول، مادربرد Z790 DAX گیگابایت، 64 گیگابایت رم تیم گروپ تی فورس دلتا با سرعت 6000 مگاهرتز، SSD سامسونگ 990 پرو 2 ترابایتی، پاور MSI MAG 1000 وات و کیس مستر باکس 600 کولر مستر. استارت بخش تست و بنچ رو قبل از بازی‌ها با تایم اسپای 3D مارک زدیم، چون برای اولین بار بود که خودمون 5080 رو بررسی و تست می‌کردیم. دو تا نکته تو طول این تست خیلی برامون جالب بود. یکی اینکه افزایش فرکانس 5080 نسبت به RTX های نسل قبل مثل همین 4080 سوپر کاملا به چشم میاد و دومین چیزی که حتی بیشتر به چشم میاد مصرف برق بالاتر 5080 نسبت به 4080 سوپره. انویدیا بدولتمون کرده که کارت همرده نسل جدید مصرف برق بهینه‌تر و کمتری داشته باشه، اما 5080 تو تایم اسپای که تست خیلی سنگینی هم نیست و مقابل گیم‌های کمر شکن حرفی برای گفتن نداره، راحت به مصرف برق 360 واتیش میرسید و ابایی هم از این قضیه نداشت. تازه بچه یادتون باشه که این کارت ایرو گیگابایت، قطعاً کارتای هیکلی‌تر و بزرگتر میتونن پارو فراتر از این بذارن. در نهایت امتیازی که به 5080 داده شد 33113 بود. اون طرف 4080 سوپر به امتیاز 28115 رسید. یه اختلاف امتیاز 5% که واقعاً هیجان انگیز نیست، مخصوصاً با برق بیشتری که 5080 داره میکشه. بریم سراغ گیمامون و با عشقتون میخوایم شروع کنیم. فورزا هورایزن 5 رو با رزولوشن 4K، DLAA، پریست تنظیمات گرافیکی اکستریم و ری تریسینگ های بنچمارک گرفتیم. چون میخوایم هیچ فرصتی به CPU باتلنک ندیم، سعی میکنیم همه تست‌ها رو با بیشترین رزولوشن و بالاترین تنظیمات ممکن بگیریم. آخر بنچمارک فهمیدیم که FH5 به صورت میانگین تو طول بنچمارک 143 فریم بر ثانیه اجرا شده. آمار 4080 سوپر رو میخواید، فریم ریت میانگینش شد 119 FPS، یه اختلاف عملکرد حدوداً 20% که توجهمون رو نسبت به 5080 جلب میکنه. گیم بعدی اساسنز کرید میراژه که ما سابقه 8K ران کردنش رو با همین 4080 سوپر قبلا داشتیم. الان چون یه مقدار تست جدی تریه، بیاید با همون 4K قانع باشیم. این بازی روی رزولوشن 4K، پریست تنظیمات گرافیکی اولترا و DLSS نیتیو که میشه همون DLAA با 5080 تو بنچمارک داخلیش میانگین 109 FPS ران شد. 4080 سوپر با همین تنظیمات تونست بازی رو میانگین 103 FPS اجرا کنه. یه اختلاف عملکرد حدوداً 6% که برخلاف تست هورایزن 5 خیلی نظرمون رو جلب نمیکنه. مصرف برق کارتا تو تست میراژ رو نگاه کنید تا به این نتیجه برسیم که بازی به بازی چقدر میزان مصرف برق فرق میکنه. توی بازی راحت بالای 360 وات TDP 5080 تاچ میشه و توی بازی دیگه حتی به 300 وات هم نمیرسیم. خب حالا از گیمی که خیلی سبک و کم مصرفه بریم سراغ یه چیز خیلی سنگین و پرمصرف. بلک میت ووکان که با موتور آنریل 5 و پریست سینماتیک و پث تریسینگش سر هر جی پی یو رو میبره، ترازوی خوبی برای وصل کردن عیار 5080 داده. این بازی رو با رزولوشن 4K، DLSS بالانس، ری تریسینگ فول که میشه همون پث تریسینگ و پریست تنظیمات گرافیکی سینماتیک ران کردیم و 5080 تونست به فریم ریت میانگین 47 برسه. اون طرف 4080 سوپر دقیقاً با همین تنظیمات میانگین 40 فریم بر ثانیه بهمون تقدیم کرد. یه اختلاف پرفورمنس 17.5% که باز نسبت به تست قبلی خیلی بهتر و امیدوار کننده تره. و آخرین بازیمون، ما بهترین بازی تست رو برای آخر نگه داشتیم، چون با آپدیت جدیدش میتونیم به DLSS 4 کارت 5080 مون دسترسی داشته باشیم و بذارید صادقانه بهتون بگم، این در واقع DLSS 4 که RTX 5080 رو به یه محصول هیجان انگیز تبدیل میکنه، چون با فریم جن نسل جدیدش به شما اجازه میده یه افزایش فریم فضایی داشته باشید. اما بریم ببینیم میشه بهش اعتماد کرد، میتونیم بهتون پیشنهادش کنیم یا نه. آقا نسخه آخر سایبرپانک 2077 رو وقتی اجرا می‌کنی، تو منوی تنظیمات گرافیکی و تب DLSS دو گزینه مدل ترانسفورمر و مدل قدیمی CNN رو براتون میاره. وقتی گزینه مدل ترانسفورمر که جدید رو انتخاب می‌کنید، DLSS 4 در قامت یه تکنیک سوپر رزولوشن کیفیت آپ اسکیل و بازسازی تصویر رزولوشن‌های پایین‌تر رو براتون بهتر می‌کنه که قبلا تو ویدیوی شورت توضیحش دادیم. اما به غیر از این، DLSS 4 در قامت فریم جنریشن به شما گزینه فریم جن 3x و 4x رو میده و تو حالت 4x که طبیعی توجهی بیشتری رو هم به خودش جلب کنه، بین 2 تا فریم واقعی شما 3 تا فریم تولید شده و مجازی قرار میده. اما این فریم‌های مجازی اونقدری که مردم سرش پنیک کردن و عقلشون رو از دست دادن واقعا بده.
قبل از جواب دادن به این سوال بیاید یه بار بدون فریم جن تست بگیریم. با رزولوشن 4K، DLSS کوالیتی، روشن بودن پث تریسینگ و پریست تنظیمات اولترا، 5080 تونست تو بنچمارک داخلی با فریم ریت 38.5 بازی رو اجرا کنه. با همین تنظیمات 4080 سوپر بازی رو 35 FPS ران کرد و یه اختلاف عملکرد 10% رو شاهد بودیم. حالا بریم سراغ بحث داغ این روزها، یعنی فریم جنریشن. با همون تنظیمات قبلی فریم جن 4X رو روشن کردیم و با 5080 به حدود 130 FPS رسیدیم. یعنی فریم ریتمون پیشرفت 238% داشت. اون طرف با 4080 سوپر فریم جن معمولی DLSS 3 رو داریم که 35 فریم حالت اول رو به حدود 62 FPS تبدیل کرد. اینجا اختلاف عملکرد دو تا کارت چقدره؟ بیشتر از 2 برابر. این خیلی خفنه، ولی میدونم شما سر شایعه ها و مشکلاتی که برای فریم جنریشن و کلا DLSS وجود داشته تو این چند وقت اخیر نگرانی، استرس داری. بیا خیلی ساده بهت بگم که چه چیزی رو قراره از دست بدی، چه چیزی رو قراره به دست بیاری. بیاید اول از کیفیت تصویر شروع کنیم. آقا کیفیت تصویر فریم جن نسل جدید از هر چیزی که تا حالا دیدید بهتره. یعنی اگه فریم جن رو روی فریم های حدود 40 به بالا فعال کنید که بیس فریم کافی داشته باشه، موقع بازی کردن آرتیفکت خاص و رموخی رو نمیبینید. نسبت به چیزی که همین الان از فریم جن AMD یا فریم جن برنامه لاسلس سراغ داریم، کیفیت تصویر فریم جن نسل جدید انویدیا با این افزایش عملکرد عالیه. فقط یه مقدار روی UI و نوشته‌های هاب بازی آرتیفکت ریز داریم که باز میگم موقع بازی کردن عادی اونقدری به چشم نمیان و آزاردهنده نیستن. حالا میرسیم به بحث مهمتر، اینپوت لگ یا بهش میگن رندر لگ یا اصلا کلا لگ. آقا میدونیم که فریم مجازی با فریم جن در نهایت باعث میشه رندر لگ ما بالاتر بره. یعنی ما فریم زیاد میگیریم اما گیم پلیمون و فرمانهایی که صادر میکنیم به اندازه‌ای که انتظار داریم ریسپانسیو و سریع نیستن. حالا بذارید بهتون بگم وضعیت حداقل تو سایبر چطوریه. تو حالت نیتیو و بدون فریم جن همونطور که دارید میبینید ما 40 خورده FPS میگیریم و حدود 60 میلی ثانیه تأخیر داریم. حالا با فریم جن 4X حدود 130 FPS میگیریم و تأخیرمون تقریبا نصف شده و به حدود 30 میلی ثانیه رسیده. فریممون خیلی رفته بالا، تأخیرمون نصف شده. این به نظرتون عالی نیست؟ تو 4080 سوپر کمتر از نصف همین فریم رو با فریم جن عادی میگیریم اما تأخیرمون همچنان هولوش 30 میلی ثانیه میچرخه. یعنی شما به ازای افزایش فریم ریت خیلی زیادی که با 5080 به دست میاری هیچ پنالتی و تأخیر اضافه ای نمیگیری. حالا اگه یکی بخواد همین FPS بالا رو بدون فریم جن بگیره و اون گیم پلی به شدت ریسپانسیو داشته باشه باید چیکار کنه؟ باید قید پث تریسینگ رو بزنه و از DLSS اولترا پرفورمنس استفاده کنه تا به فریم ریت نزدیک 200 و تأخیر 13-14 میلی ثانیه برسه. میپرسید کدومش بهتره؟ به نظر ما قطعاً DLSS 4. آقا فریم جنریشن نسل جدید تیم سبز واقعا فوق العاده است. به شما اجازه میده اون همه زیبایی بصری و گرافیکی و همزمان با یه تصویر نرم و روون داشته باشید. تأخیرش هم واقعا اونقدری نیست که تو ذوق بزنه و ما که کاملا باهاش اوکی بودیم. حداقل برای این بازی یعنی سایبرپانک و بازی‌های داستان محور مشابه. برای گیم‌های رقابتی آنلاین، گیم‌های چالشی‌تر مثل الدر رینگ و ووکانگ و امثال هم استفاده ازش رو پیشنهاد نمی‌کنیم، چون هر چقدر پنالتی تأخیرش کم باشه اما تو این بازی‌ها 1 میلی ثانیه تأخیر هم 1 میلی ثانیه است. این وضعیت کامل DLSS 4 با کارت RTX 5080 بود. خیلی ساده سعی کردیم توضیح بدیم، یه جورایی اتمام حجت کردیم دیگه. تمام اون چیزایی که اون سوالی که تو ذهنتون بود سعی کردیم جواب بدیم. باز اگه سوالی دارید که ما تو این ویدیو بهش جواب ندادیم تو کامنت‌ها برامون بنویسید، با هم دیگه صحبت کنیم. به عنوان نتیجه گیری و نظر نهایی برای این جی پی یو پرحاشیه باید بگم که به نظر من RTX 5080 جی پی یو بدی نیست. یعنی در درجه اول جی پی یویی که قیمت زمان ارزش از قیمت زمان ارزی RTX 4080 کمتره، هم قیمت RTX 4080 سوپره و در کنار اون قدرت خامه یه مقدار بیشترش نسبت به 4080 سوپر تکنولوژی هایی داره، فناوری هایی داره که باهاش میشه کیفیت تصویر و فریم رو خیلی بهتر و بیشتر کرد. بچه‌ها بد نیست بدونید طبق این جدول و آماری که بچهای دیجیتال فناری درآوردن 5080 با در نظر گرفتن قیمت MSRP هر جی پی یو الان با ارزش ترین گرافیک دنیاست. یعنی نسبت قیمت به عملکردش بهترینه. اما محدود بودن گیمایی که از DLSS 4 ساپورت میکنن حداقل در حال حاضر و قیمت حبابی و های پیش در بازار ایران و جهان باعث میشه بگیم الان در حال حاضر برای هیچ کس ارزش خرید نداره. وقتی هم که قیمتش پایدار و نرمال شد برای اونایی که کارت سری RTX 4000 بالا رده مثلا از 4070 به بالا دارن ارزش خرید نداره. اما برای کسایی که کارتشون قدیمی‌تره یعنی تو این دسته قرار نمیگیرن میتونه یه گزینه مدرن و هوشمندانه و خیلی با ارزش باشه. تو این ویدیو بغیر از تستایی که گرفتیم و بررسی‌هایی که کردیم هدفمون این بود که به شما یه
جوری بفهمونیم، یعنی این درکو به شما بدیم که چرا کارت‌های سری RTX 5080 نسبت به نسل قبلشون حداقل از نظر را پاور و توان خام اونقدری پیشرفت نکردن. یعنی دوست داشتیم اینجوری باشه که اولین فرضتون این نباشه که مثلا انویدیا الان داره دزدی میکنه و دستای پشت پرده داره ما رو خفه میکنه. امیدوارم از ویدیوی بررسی RTX 5080 لذت برده باشید. ما به زودی 5070 و 5090 هم بررسی میکنیم. بازم میگم دم بچهای گیگابایت ایران گرم که این کارت رو برای بررسی در اختیار ما قرار دادن. اکس گیم تیوی رو سفت بچسبید، کلی ویدیوی خفن تو راهه، ما رو به همه معرفی کنید و این ویدیو رو هم قطعا برای همه بفرستید. کامنت هم یادتون نره دیگه، بحث خفن شک بگیرید تو بخش کامنت ها. خیلی مخلصیم، میبینمتون.